خورشید که طلوع می کند ذره ذره این خاک و هر آنچه که در آن می تواند زنده بماند جان می گیرد. همه چیز به حرکت در می آید و می رقصد. رقصی که گرچه سرخوشانه نیست اما اجباری است. انسان خسته از این چند جزء محدود گوشه‌ای می نشیند و به ناچار مبهوت این رقص غمناک می شود. خیره می شود تا خودش را ببیند، خودی که در این کبیر تقدیر شومش را رقم می زند. کبیری که هیچ ندارد جز خورشید و باد و درد و رنج. کبیری که خودت را نشانت می دهد، خودی که در انتظار پایان تقدیر است و این خود آغاز روز دیگری است که از پیش در انتظار پایانش خواهد نشست. شبی دراز باشد تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. ای دل بچه بودیم، اول کفتر گرفته بودیم، بعدش یکی شد، 2 تا با شد، 3 تا با شد، 4 تا با کم زیاد شد، رسید به 40-50 تا دیگه. بعدش تیپ میزدیم اونو، گرو میبستیم اونو، افتخاری میزدیم اونو دیگه. یواش یواش کم دیگه گذاشتیمش کنار، هم تو جاشو کردیم دونشو میدیم میخورن. او دولاب پر بوده، اوجام بوده. زیر الان 3 تا دولابه که معلومه که دولاباش هست، تو تور اینا هم بودن. من هم میشه 200 کمتر ده کمتر نداشتم. به اعتبار یک عمر کفتر باز بودن و پرنده پردادن، داشت با شرمساری گم کردن جوجه کفتری در بین کوچه های کاهگلی رکاب میزد. داشت دنبال سرخ دم سفیدی که رفته بود میگشت. کفترش زودتر از اینکه جلب بشود پر در آورده بود و گم شدن سرنوشت ناگزیر زود پریدن بود. نگاهش در آسمان دنبال چیزی که حالا باید نقطه‌ای سفیدی شده باشد میگشت. نقطه‌ای سفید که باید پیدا میشد. نقطه‌ای سفید که باید روی همان بامی که از آن پریده بود مینشست. نقطه‌ای سفید که یا برمیگشت یا ساچمه تفنگ بادی چیزی از پروازش کم میکرد، چیزی که همان پرواز بود. انگار این نیاز است که همواره بر انسان تحمیل می شود و این تحمیل است که هویت را شکل می دهد، که بدون آن انسان هیچ است و هیچ معنایی نمی پذیرد و اگر هیچ باشد حتما مرگ است و جز این نیست. عشق است که در پی می آید و خود را صریح نشان می دهد. در خود، دیگری، کفتر و یا هر آنچه که موجود است. از بندی رها می شود ولی به ناچار بندی دیگر برمیگزیند. بندی که بدون آن نمی شود، چون بدون برآوردن این نیاز میسر نمی شود.
مثلا یک علیه کفتر ما داریم جایی نمیتونیم بریم هر رو بخوام روزی اپا من نگاش میکنیم مثلا این مسافرت بریم 4 رو 5 رو 10 رو 15 دیگه مثلا مکه دیگه مکه که بالتر ندارین ایرانیا که 10 رو 15 رو خونه خدا رو منی بری دل به کفتر دیگه مرزا نبیری ببینی دل به کفتر دل نمیده مثلا یک کفتر قبصان بیقی چن بینی اینا پیاده کفتر خواهد میستی مثلا فر خاطر خانه فرمشه ایش همشه تو مغز شب این کفتر میشه تو مغز موها مثلا شب خواب بینی همچه کفتری نی یه خوشبو یه نگاه میکنیم اینی کفتر هست بیر راحت میخوابه من بارها شده که کار کردم اونه مثلا 2 سال حساب میدم با خوشبو خانم دست چیه کنی که کفتر هم میمونیم تو شده میدم کفتر هست اصلا راحت خوابیدم گاه کفترباز از صبح که روزش آغاز می شود تا شب بر روی پشت بام نظاره‌گر کفترهاست دانه می پاشد آب می دهد با آنها حرف می زند و به جز کفترها چیزی نمی فهمد چیزی به جز خودش و هر آنچه که مابین آنهاست چیزی به وسعت آسمان رنگ کفتر سرور او وقت نرم هست اون وقت پدر ایشون که رو چیز خودمون پدر ایشون کفتر ابلقه اون وقت مادرش هم سرخ دم سفیده اون وقت روکردی هم امسال تو گروه 10 ساعت و 27 دقیقه پشت به خواب هوا بوده پریده
هر روزش روی پشت بام شروع شده بود و روی پشت بام قبل از خوابیدن تمام شده بود. از همان 9 سالگی که بزرگ شده بود، از همان اولین کفتر غریبی که گرفت تا حالا که سالها بعد بود، نمیشد کفتری پرانده باشد که هرز بنشیند یا کفتر غریبی در آسمان دیده باشد و جلدش نکرده باشد. خیلی از کفترهایی که داشت غریب بودند. کفتر غریب گرد نمی پرد. نقطه ایست که بی هدف توی آسمان می رود. کفتری است که صاحب ندارد. مال کسی نیست. کفتری است که می شود گرفت. می گفت کفتر بی وقت نباید زیاد توی آسمان بماند. اینطوری کفتر غریب لا خورده بود توی کفترهایش. با آنها می نشست روی پشت بام و بعد با آنها می رفت توی قفس. می شد یکی از آنها و بعد از آن دیگر هر وقت می پرید گرد می پرید و یکی از بالهایش همیشه رو به پشت بامی بود که باید می نشست و دیگر غریب نبود. ضمیر ملکی می گرفت. می شد کفترم. می شد یک افتخار روی همه افتخارهایی که داشت. انگار مدال دیگر روی سینه فرماندهی بازگشت از فتحی بزرگ. مسابقه‌ای که قرار است برگزار شود بین صاحب پشت بام و شخصی دیگر از شهر یزد است. با فاصله 400 کیلومتری که همزمان در 2 شهر 525 کفتر را به آسمان خواهند فرستاد. مسابقه‌ای غیر قانونی یا ممنوع که پر از قوانینی است که بر حسب زمان و خواست به وجود آمده. مسابقه‌ای که از چند ماه پیش قرارداد آن را بستند، که از 40 روز پیش تمرین دادن کفترها را شروع کردند. 4 روز پیش از آغاز مسابقه و تمرین دادن کفترها برای انتخاب نهایی که کدام کفتر توانایی پرواز را برای ساعات بیشتری در آسمان دارد، کدام کفتر هرز می نشیند، یعنی جای غیر از بام خودش. هر کفتری که در این چند روز آخر تمرین طولانی تر بپرد و هرز ننشیند، در روز مسابقه جزئی از ارتش 525 نفره صاحب پشت بام خواهد بود. در نبردی برای اثبات عاشق‌تر بودن همان که خود را صاحب کفترها می‌داند. داشتن کفترهای پروازی که بتوانند ساعتها در آسمان بی تمنای بازگشت بر بام بگردند، هم به نژاد آنها مربوط می شود، هم به نحوه نگهداری از آنها. جدا از اینها کوششی مدام و هر روزه را می طلبد. شاید هر عشق بازی مثل او به توانایی و راههایی برسد که فقط خودش می داند و دیگران فکر کنند که متقلب است. اما چنین نیست و او شاید عاشق‌تر است. او با تلاش مستمرش در نحوه نگهداری و نوع کفترها و تعداد بیش از 2500 کفتر از نژادهای مرغوب توانسته است کفترهایی را آماده کند که رکورددار تمام مسابقاتند. کفترهایی که در گرمترین روزها بیش از 14 ساعت در آسمان میپرند، که میانگین زمان پرواز همه کفترهایش بیش از 8 ساعت است. این میانگین برای بقیه عشقبازان یعنی محال. او محال را امکان پذیر کرده است و بقیه کفتربازان هنوز در پی به دست آوردن میانگین 5 تا 6 ساعت دست و پا می‌زنند. در مسابقاتی که فقط یک مسابقه نیست، اعتباری در اجتماع خودشان است. اسم و جایگاهی است که از یاد اهالی اجتماعشان نمی‌رود و می‌شود آرزوی هر شخص دیگری که برگزاری این گرویی یا مسابقه برای همین اسم و جایگاه است. بعد با مشکلاتی بابام راضی نبود به این کار. یکی دو بارم کفترامون رو کلشون کند که از این کار بریم.
نشد دیگه، چون یکی از این فامیلای نزدیکم کفتر داشت، ما رفتیم اونجا تماشا می‌کردیم، خونه‌اش می‌مدیم دیگه، عشقش تو کله ما رفت دیگه. از 18 سالگی به این ور ما کفتر دارم. قبلا کارخونه یعنی پشت کفتر بازیم جای دیگه بود. اولی که من کفتر روز اولم که درست کردم برای گرو کفتر درست نکردم، برای عشق خودم بود دیگه. بودن وادارم کردن به گرو بستن، یعنی نمیخواستم واسش کفتر برای گرو درست نکرده بودم، برای عشق خودم بود. چون من وقتی نداشتم به اون که بخوام کفتر بازی حرفه‌ای انجام بدم، چون 20 30 تا کارگر داشتم، وقتش نداشتم. بالا بود. بعد که ما گرو بستیم دوره باید و دیگه من 6 روز میام پا بدونه. گفتم 10 روز بیا، اصلا میتونی یه کاری کنی. اون زمانی که من کفترمو کپ کش میکنم، اگر آدم داری بیار پا کفتر میگیرن بخوابن اینجا. من ایل ارزن و آب و گندم و قهرماش و جو به کفترم هیچ چیز دیگه نمیدم. اگه من یه ذره دوا حتی به تقریبا به کفترم دادم، من به شما باختم. اگه میتونی از اولی که من تیزه میکنم تشریف بیاری. خب نه، من 6 روز پا آبدونت میام. 6 روز آزوار خدا شاهد، از 6 تا آدم اومدن اینجا. 4 تاشون میخوابیدن، 2 تاشون هم بیدار بودن، شب پست میدادن. در قفسمون قلف کرده بودن، در طول من قلف کرده بودن، در دودونی من قلف کرده بودن. 6 بار بهش کفتر زدم، 8 ربع ساعت میشه. البته زحمت رفقا بود، من خودم که شاگرد همه شو هستم. ماشاءالله ماشاءالله. بده نه ابلغ اومد. سمیرم رو پشت مو کفترم اما کنم، کفتر آفرینه چشم من اونا رو نگاه کنم. کفتر توقی منی پرنه کشه تو آسمون، هر شهری یه چیزی مثلا سنتش میگن. سیستان بلوچستان شتر سواری هست، شتر که روزم دارن تلویزیون نشون میده. گنبد ترکنان اسب سواری هست. ساری این گیلان و مازندران خروس بازی هست. کاشون هم کفتر هست که سنتش از قدیم تا لازم از کاشو کفتر به همه ایران میره، حتی آمریکا میره. والا الان رفقا دیمون تخم کفتر رو مثلا نهرمادش رو رجوع میکنن، آمریکا رو رجوع میکنن. این تخما رو که تفش رو بهش خود گرفت، اونم دیگه پیشم کرده تاریخ. چون که پرنده نمیزن ببری سری، باید تو فرودگاه 24 ساعت قرنطینه باشن. اینجا چه کار میکنن؟ تخم کفتر رو تو گارس میذارن، تو ارلی که کفتر میدن قشنگ میشینن، تو قوطی رو میپسه برش میرن، اوزا دی کفترش میذارن دوزه میدن. خیلی الان ازشم به خاطر گرما الان اونجا هوای خوب، خدا بیا مزاحمی میگم آقای احمد سلمونیش که میگفتن زحمت گفتش که یه روزی میگم ما تهران مرکز یا جای شهرهای دیگه کفتر هوا میکنن، نسیم کوهای دماوند و اونا میاد به کفترشون میخورن، ما هم اینجا کویر آتیش تو کویر در میاد به کفترمون.
اما حالا داشت می‌باخت. تمام سالهایی را که گذشته بودن وسط کفترها، تمام روزهایی که پولش یا خرج شده بود توی گروکشی یا شده بود گندم، تمام ساعتهایی را که زل زده بود توی آسمان، تمامش را در جوجه کفتری داشت می‌باخت. سرخ دم سفیدی که داشت توی آسمانی که روی خانه‌اش نبود بی هدف می‌رفت و او انگار سایه آن جوجه کفتر که افتاده باشد روی زمین. از آن بالا آدم ها نباید هیچ فرقی داشته باشند. حتما گم شده بود و حالا باید تمام محله را بال میزد تا همان پشت بامی را که میشناخت پیدا میکرد. همان پشت بامی که از روی آن ول شده بود وسط آسمانی که نمیشناخت. آسمانی که روی پشت بامی که پریده بود نبود. غروب قبل از روز مسابقه کفتربازها یا همان عشقبازان گرد هم می‌آیند که در برابر قاضی وسط، وکیل صاحب پشت بام، وکیل رقیب و منشی‌ها که مسئول نوشتن همه جزئیات هستند و نیز ریش سفیدان و 3 شخص که نمایندگان رقیب هستند، همه کفترهایی را که صاحب پشت بام برای مسابقه انتخاب کرده است را مهر بزنند. همزمان در روی هر دو پشت بام، اینجا و پشت بام رقیب در شهری است. پانصد و 25 کفتر بر اساس تعدادی که در قرارداد منعقد کرده اند نشان می شوند که وقتی به بام برمیگردند قابل شمارش باشند و کفتری دیگر را شمارش نکنند. بعد از مهر زدن دربهای تمام قفس‌ها قفل می شود و کلید به دست نمایندگان رقیب داده می شود تا مبادا با دارویی پرندگان دوپینگ شوند و تقلبی صورت بگیرد. لحظه لحظه نگرانی صاحب پشت بام بیشتر می شود و مدام به فردا که روز مسابقه است فکر می کند. روزی که نتیجه زحمات چند ماهش را می خواهد با بردی در مسابقه که افتخاری در جماعت عشق بازان است جشن می گیرد. او خوب می داند که زنده ماندن در اجتماع خودشان همچون هر اجتماع دیگری نیاز به موفقیت دارد. 1 33 36 9 12 12 و 9 21 و 1 22 22 1 3 3 4 4 1 5 521 6 تا منچه چه دو من یه
کنار دادرد کار سنگین امتحان کرده این نواسه رو در کنم شیشه بود نوده سفیده کیه؟ گرو امسال یه گرو به قولی گفتن یا کوری بود، یه گرو بود که ما نمیخواستیم باش گرو کنیم. ای آقا پارسال که به اصطلاح باشه تیر ماه 91 خیلی رجزخونی میکرد و به قولی ما کاشونی ها اذیت میکرد. اذیتش هم ای بود کسی حریف من نمیشه و فلان و فیسال و نمیدونم 7 تو آستین منه 8 تو آستین منه، از یه حرفای بدشگونه. در بازی مثلا اگه بخوای 200 تا گرو بکنی باز دست کمش 500 تا 550 تا پردنبی کنه کفتر داشته باشی. ما کل کنه کفترمون 540 تا بود. اون وقت مال او بابام 1700. خلاصه دیگه گرو بسته شد و 15/1 گرو بسته شد و ما دیدیم از نظر تعدادی حریفش نیستیم. ما دیدیم گفتیم زیر 6ش هست که قبول نکردن و خلاصه خیلی چه کچونه و زیر 5شو حبس کرد. خلاصه هر کس هم میومد گفت نبندید باش، شما تعداد کفتری ندارید که باش ببندید، یه جا میخواستیم باش ببندیم. والا از نظر بیخوابی و زحمتش کفتر موقعی که 20/12 هنوز گرو بسته نشده بود دیگه کاراش شروع میشه، یعنی 365 روزه رو باید دنبالش بریم. ما موقعی که گرهمون رو بستیم دیگه عزبمون جذب شد که یه همچی روزی باشه کفتری هوا بره دیگه.
آسمان روبرو تکه تکه پر از کفتر شده بود. کفتربازها کفتر غریب دیده بودند. نفسش را که بریده بود آرام کرد. عرق روی صورتش را چسباند به قنداق چوبی. تفنگ بادی را نشانه گرفت روی یک نقطه سفیدی که دور بود، خیلی دور. باید درست بخورد تا کفتر بیفتد. تفنگ از این فاصله آنقدر زور ندارد. ساچمه فرو نمی رود، فقط زخم می زند. سر تفنگ در حد فاصله انگشت اشاره و ماشه پایین آمد. نقطه سفید داشت می چرخید، داشت بر می گشت. باید زودتر از اولین پرواز جوجه کفترش به خانه می رسید. هی سر می چرخاند سمت آسمان پشت سرش. می گفت کفتر نباید هرز بنشیند. باید روی همان پشت بامی که دانه خورده، همان پشت بامی که پریده بنشیند. می گفت کفتری که هرز بنشیند به درد پراندن نمی خورد. نه برید بیرون. چرا؟ میخواد استفاده کنی. برید بیرون فقط که نگاه بو برسه. مسابقه رأس ساعت 5 صبح در گرمترین روزهای سال همزمان در کاشان و یزد آغاز می شود و تمام کفترها در مدت 5 دقیقه باید به آسمان درآیند. هیچ کس جز تیم داوری اجازه ماندن روی پشت بام را ندارد و همه عشقبازان امیدوارند شاید کفترها بتوانند تا غروب در آسمان بمانند. این کفترها بهترین کفترهای صاحب پشت بام هستند و آنهایی که بیشترین ساعت و زمان پرواز را بیاورند افتخاری میشوند برای کفترباز که شاید تا سالها از آن تعریف کند. زمان و ساعت پرواز را بر حسب مجموع زمان پرواز تمام کفترها تقسیم بر تعدادشان به دست می‌آورند. میانگینی که گاه چند دقیقه‌اش حکم سالها تلاش بیشتر دارد. یواش کنید با هم بریم اون بر. یواش. حالا سه باشی. ساعته 2 دقیقه بند سر. نه ساعتی که دست بده روی نه. حالا بی بند زن. برو. عشقبازانی که در اجتماع خودشان خرده پا لقب گرفتند تعداد کفترهای کمتری دارند و هنوز افتخاری به دست نیاوردند. اینها همراه با بقیه جماعت که شاید فقط از این ماجرا لذت تماشا میبرند در کوچه و خیابان گرد هم میآیند و ساعتها نظاره‌گر این مسابقه و دعواها و تقلب‌ها هستند تا شب که نتیجه اعلام شود. کفتربازها هیچ وقت مقبولیت عام نداشتند.
مخصوصا در این شهر که سنت و مذهبش یکی شده است. چه بسا سالها مسابقات و گرد همایی هایشان ممنوع، با دلایلی چون ایجاد مزاحمت برای دیگران یا ممنوعیت شرط بندی. آنهایی که جزو تیم میزبان نیستند و یا در آن اجتماع کلاً چندان اهمیتی ندارند، فقط می توانند از دور ببینند و خیال کنند که شاید روزی بتوانند چنین کنند. انسانهایی که تماشاگر کار دیگری هستند تا شاید 1 سال از آن معرکه تعریف کنند و حسرت بخورند که کاش خودشان توانایی انجام چنین کاری را داشتند و امیدوار بشوند تا شاید آنها هم روزی بتوانند چنین افتخاری در میان همپالگی هایشان به دست آورند. یادت گفتی به من این رسم کاره، عاشق باید غم و خونشون بیاره. یادت گفتی به من این رسم کاره، عاشق باید غم و خونشون بیاره. چیزی که عوض داره گله نداره بالا، چیزی که عوض داره گله نداره. این کفتر منه، اونا نگاه کن تحمیلیاش اینا از این کفتر میترسید، از زیرش که نمیترسیدن که فیمه کردن. کفتری که تا زیر پنجش حرس کرد یعنی چه؟ یعنی همه چیزی آزاد. چی وجود داره کفتری که 500 جد داره برش گردونه همزه کش نمیاد. دیدم تو خراب شد، خراب شد، خراب شد خاموش کرد. تو خاموش کردی؟ هرکی موتوری میزن در سعید میزن در بخواه برو سعید جو پایی بایسته برو بلند با موتور رفت نداد آها این کار میکنم بینید ساعتشو بزن و بنویس. توضیحات نداره؟ آخرده میشه. آخرده بینید ساعتشو معلوم کن. زنم روی خلاقه بینید این فتفا داره. بعدیش چی؟ داور وسط و وکیل‌ها و منشی‌ها درباره صدای نابهنجاری که شنیده شده بحث می‌کنند و منشی‌ها اتفاقی که افتاده را با جزئیات و ذکر ساعت یادداشت می‌کنند. بر اساس قرارداد صدای نابهنجار که موجب بازگشت کفترهای در حال نشستن به آسمان است تقلب محسوب می‌شود. البته اگر داور وسط تأثیرگذاری آن صدا را تایید کند. اما داور وسط چنین نظری ندارد و به اصرار وکیل رقیب فقط به یادداشت کردن زمان آن صدا اکتفا می‌کند. ما که نمیدونم آدم شو دیدی؟ جون بچه دیدی آدم نشم تو بنویس اونا بنویس اجازه آشازه چه کنم؟ بنویس قبوله شازده؟ بنویسم؟ نمیشن داره بنویس دیگه چیزی نیست دیگه بنویسه تو من بشه نمیگه بنویسه بنویس که قبول خدا آتش گیره. در حیاط خانه کناری شخصی چادری سیاه را در آسمان چرخانده که بر اساس قرارداد آنها تقلب به حساب می آید.
وکیل رقیب می‌بیند و تلاش دارد که اثبات کند که سیاهی زده شده و تقلبی صورت گرفته و متقلب که صاحب همین پشت بام است بازنده است. این اتفاق زیر ساعت 5 رقم خورده و چون در قرارداد قید کردند که ساعت کفترهایی که زیر 5 ساعت بر بام می نشینند 0 حساب شود، داور به دلیل بی تأثیر بودن این اتفاق آن را تقلب محسوب نمی کند و وکیل رقیب به نشان اعتراض پشت بام را ترک می کند. ترک پشت بام از طرف هر وکیلی به معنای باطل شدن مسابقه است و با رأی داور وسط و همینطور قانون نوشته شده در قرارداد، نماینده هر طرفی که پشت بام را ترک کند بازنده مسابقه یا گرویی است. کفترها فارغ از خواسته های اشخاصی که بر روی پشت بام و کوچه و محله نظاره‌گران ها هستند در آسمان عشق بازی می کنند و شاید آگاهند که تا سال دیگر و چنین زمانی اجازه چنین پرواز آزادانه‌ای را نخواهد داشت. انگار داشت از سر آخرین پیچ کوچه به سمت خانه فرار می‌کرد. جلوی در نیمه باز خانه دوچرخه از بغل افتاد روی آسفالت. تفنگ بادی را از زیر تیوب کشید و توی راه پله به سمت پشت بام دوید. تمام کفترهایش را هوا کرد. آسمان پر از نقطه شده بود. تمام آسمان. زیر سایه سرسرا نشست. گفت کفتر همان جایی تیر می‌خورد که دانه می‌خورد. خورشید غروب می کند و شب در حال آغاز شدن است. عشق باز بعید است بتواند دل بکند از این جدایی و رفتن و تنهاییش را مدام به تعویق می اندازد. او حتما در نیمه های شب خواب کفترهایش را خواهد دید. خوابی که خوش نیست، خوابی که کابوس است، که در آن کفترهایش توسط رقیب یا دزدیده یا کشته شدند. او میپندارد که هرگز کفترها به او خیانت نمی کنند، که اگر به این برسد حتما هیچ می شود. پس باید از عشقش، تنها دلیل زنده بودنش، مراقبت کند. عشق باز سخت از کفترهایش دل می کند، یا شاید اصلا دل نمی کند، چون در این کویر، در این شهر هیچ چیز دیگری ندارد. خورشید که غروب می کند، ذره ذره این خاک و هر آنچه در آن می تواند زنده بماند به خواب می رود. همه چیز از حرکت باز می ایستد. همه جا خاموش می شود. انسان خسته از این چرخه گوشه ای برمی گزیند و ناچار مبهوت این چرخه می شود.
خیره می شود تا شاید آسمان را ببیند، ستارگان را ببیند، خودش را ببیند، خودی که در این کویر تقدیر شومش را رقم می زند، کویری که هیچ ندارد جز خورشید و باد و درد و رنج و شب و تنهایی، و کویری که او را نشان خودش می دهد، او که در انتظار پایان تقدیر است و این پایان آغاز روز دیگری است که از صبح به انتظار پایانش خواهد نشست. عاشقان بیدل که شبی دراز باشد، تو بیا از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. Oh